بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله و صلات و سلام علی رسول الله. در حلقه گذشته ما درباره سریه نخله گفته بودیم، یعنی که این درس باشد ما بعضی از پیامدهای این سریه رو برای شما بازگو خواهیم کرد. یعنی که این سریه بعد از خودش پیامدهای داشت که قریش رو به شالش کشید، یعنی که اونها رو وادار کرد تا اینکه حساب کتاب رو از نو کنن، یعنی به کاروان کامیاب گشتن که از وطن مسلمان ها 400 کیلومتر دور بود و به مکه نزدیک بود. احتمال این چیز با تکرار یافتنش ممکن بود، بار دیگر مسلمان ها به این نمود اقدام ها دست دادنشون ممکن بود و باید قریش تدبیرهای احتیاطی رو خودم میگرفت. اگر به این خریطه نظر کنید، در خریطه مثلا میبینیم که بطن نخله نزدیکی به مکه هست و از مدینه خیلی دور است و مکه خیلی نزدیکی دارد. یعنی که اینقدر جرأت کرده آمدن این 12 نفر به این منطقه و از اینجا کاروان رو غنیمت مردن و با همراه خود باز اسیر بردن و یکی را کشتن، این در حقیقت یک دستاورد بزرگی بود و این خیلی گفتم اولین رویارویی و برخورد بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها بود. غیر از این بعد از این سریه نخله یک دشمن دیگری کم کم زبان درازی رو شروع کرد که اونها یهودای مدینه بودند. یهودای مدینه بعد از اینکه مسلمانان رو دیدن که جرأت پیدا کرده به نزدیکی مکه به هجوم رفتند، دیگر مایده دشمنی خود را آشکار کردند. خلاصه همین سریه سبب شد تا اینکه همه مسلمان ها، یهود، مشرکای مکه انتظار یک برخورد بزرگ بین همدیگر بودند که فقط اون زمانه معین میکرد. خلاصه این سریه وقتی که واقع شد دیگه همه یقین کردن که یک برخورد بزرگ برای فیصله بین این گروه ها در پیش است. این کارها شعبان سال دوم شد. شعبان سال دوم اذن قتال شد. در حلقه گذشته در ارتباط صحبت کرده بودیم که شریعت فقط اجازت داد، یعنی که اونها رو اختیار داد که اگر شما نیرو دارید میتونید جنگید، اگر نیرو ندارید این اختیار شما هست. یعنی که قریش که دیگر علم زده بود، هر لحظه میتونست که به مدینه هجوم کند، هر لحظه میتونست که قبیله های اطراف رو به تحریک درآورد، هر لحظه میتونست که خود مشرکایی که حالا در مدینه وجود داشتند یا اینکه یهود رو به تحریک درآورند و امنیت مدینه رو خلل‌دار سازند. بنابراین مسلمانان باید آمادگی میدیدند. برای همین اگر قتال فرض شود در این حال مسلمانان باید آمادگی خود را میدیدند و دیگر اگر مسئله اذن بودن یا اذن نبودن باشد، مثلا بعضی شاید که عذر آوری میکنن که ما عذر داریم، نمیشه اینجا شریعت خدا گفته است که خواهید جنگ کنید نخواهید جنگ نکنید، یعنی مود اجازت هست اما فرض نیست. بنابراین شاید که بعضی انسانایی که ایمانشون ضعیف بود اقدام به قتال نمیکردند. بنابراین الله تعالی قتال رو دیگر فرض اعلام کرد و گفت کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم تا آخر آیت. یعنی که دیگر اینجا اذن نیست، اینجا دیگر فرض شد میگه برای شما الله تعالی. این آیت آمد یعنی که سبب قتال در این مرحله را بیان کرد و بعض احکام قتال را برای مسلمان ها آموخت. و قاتلوا فی سبیل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. یعنی هم در این جمله الله تعالی قتال را فرض کرد برای مسلمان ها و گفت که قتال در راه خدای تعالی می شود با آنهایی که علیه شما جنگیدند، یعنی که یک نمود گوش زد کردن با آن که قتال شما در این مرحله فقط قتال دفاعی از خود است، دفاع از نفس خود است، دفاع از دینتون است، دفاع از وطنتون است. و گفت تجاوز نکنید ولا تعتدوا، از حد نگذره که خداوند از حد گذشتگان رو دوست می‌داره گرچه که مسلمان هم باشن. یعنی این آیه یک تشریع نو بود. این آیه حکم نو رو برای مسلمانان آورد، برای مسلمانانی که یک روان خاص، یک نفسیت خاص داشتن. این آیت هدف رو مشخص کرد. هدف این جنگ از دیگر جنگ ها فرق دارد. اگر جنگ هایی که در اون زمان بود و حالا هم در روی زمین وجود دارد هدف هایش استیلا پیدا کردن به خیرات یک منطقه، استیلا پیدا کردن به خیرات اونها برای خاطر دزدیدن خیرات اونها از حساب اونها ثروتمند شدن، جنگ به هدف نژاد بالای نژاد ملت بالای ملت حکمران بودنش، جنگ برای خاطر تحمیل افکار خود برای دیگرها،
جنگ برای ترساندن، جنگ برای بزرگمنشی، جنگ برای فساد برای زمین، یعنی که اگر هدف اونها خیلی باشد اینجا باشد. شریعت آمد گفت هدف شما فقط این اعلای کلمت الله است و خیلی در درس گذشته گفتم کلمه فی سبیل الله همه این را به قید می‌دارد. ما در حلقه گذشته گفتیم که پیامبر گفتن که لوددت ان اغزو فی سبیل الله، در روایت لوددت ان اقتل فی سبیل الله، یعنی که خواستم من آرزو دارم که در راه خدا غزا کنم، یعنی که آرزو دارم که در راه خدا کشته شوم. گفتم همه اینها مسلمان ها را ترغیب و تشویق میکرد تا اینکه از دین خود دفاع کنند. و میبینیم که خالد بن ولید هنگامی که با دشمنان روبرو میشود میگوید که من برای شما انسانهایی را آوردم تا با شما جنگ کنند که مرگ رو از حیات دیده بسیارتر دوست میدارن، برعکس شما که حیات رو از مرگ بسیارتر دوست میدارید. و اگر ساده تر کرد گویم اگر مرحله مکه مرحله صبر باشد، صبر در اذیت باشد، تحمل باشد، این مرحله دیگر صبر در قتال بود، یعنی که صبر در تحمل کردن مرحله مکه است، صبر در قتال این البته مرحله مدینه هست. صبر در برخورد با دشمن، ایستادگی کردن، شکیبایی نشان دادن با رویارویی با دشمن است. عامه مسلمین این فرمان الله تعالی را قبول کردند به جز عده از بعض مسلمان هایی که ضعیف الایمان بودند. الله تعالی آنها را در قرآن میگه که الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة فلما کتب علیهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس كخشیة الله او اشد خشیة وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. یعنی که اینجا الله تعالی میگه که یک آیا ندیدن اون گروهی از مردم رو که در مکه بودند اونها میخواستن اون تحمل پذیر اون نمود تحمل رو ویران کنند، صبر رو ویران کنند، صبر در برداشت رو در مقابل دشمن شکنند و دست به سلاح زنند. لیکن ما اونها رو گفتیم که دست به سلاح نبرید. اما وقتی که میگه الله تعالی با اونها گفت که انکم مرحله با دشمن برخورد کردن آمد، اونها میگن که لولا اخرتنا لما كتبت علينا القتال، برای ما قتال را فرض گردانده خداوند، کاش که همه را به تأخیر میانداختی. خب یعنی که اینجا میتونم گفت که فراموش کردن که این دنیا دنیای فانی هست، دنیا است که نعمت‌های زوال دارند و مؤمن هیچگاه آخرت خود را قربان دنیا نمیکند. بنابراین الله تعالی گفت که قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. بگو بر اونها که این متاع دنیا قلیل است، کم است، آخرت نیک است و باقی هست. بازم اونها رو تشویق کرد و گفت که اینما تکونوا یدرککم الموت، کجای نباشید مرگ گریبانگیر شما خواهد شد، ولو کنتم فی بروج مشیده، گرچه که در قصرها باشید، در کشک‌های مستحکم هم باشید، مرگ به سراغ شما خواهد آمد. یعنی اونها رو تشویق میکرد که مرگ فقط در میدان نیست، میشه که انسان در کشک خودش وفات کند، کشک مستحکم ترین، یعنی فرشته مرگ پیش او دری نیست، دری محکم نیست، کجای خواهد میتواند درآید. نکته دیگر این آیت مثلا این است که دشمن را تشخیص کرد و گفت جنگ را علیه شما سر میکنند. یعنی که تشخیص دشمن چی است؟ اونایی که علیه شما جنگ را سر میکنند. یعنی که چه خیلی گفتیم اینجا بسیارتر معنای دفاع از خود، دفاع از دین خود و دفاع از وطن خود را دارد. نکته دیگر آیت گفت که ولا تعتدوا، تجاوز نکنید، از حد نگذرید، یعنی که در انتقام گرفتن. یعنی شاید که شهوت انتقام انسان را بعد از اون که انسان غلبه میکند او را وادار به بعض نامعقولی ها کند. بنابراین آیت آمد ظلم را گفت با ظلم پیشگیری نکنید. مشرکان نامردی کردن، ظلم کردن، شکنجه کردن، حرمت حرم شکستن، شما رو در اونجا عذاب دادن، لیکن شما هم مثل اونها نشوید. ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، خداوند معتدی را، تجاوزگر را، از حد گذشته را دوست نمیدارد. یعنی عدالت باید در همه حالت رعایت کرده شود. بنابراین اسلام چارچوبه های معین برای جنگ گذاشت از روز اول. همین عباره ولا تعتدوا خیلی چیز رو برای ما می آموزاند. خب حاضر روی میاریم به بعضی از حدیثی که از پیامبر علیه السلام برای ما آمده است، درباره همین نکته صحبت میکند. پیامبر علیه السلام خب در حدیثی که امام بخاری رحمت الله علیه و ابو داود و ترمذی روایت میکنه آمده است که ابن عمر میگه که زن کشته شده یافته شد در میدان جنگ. در بعضی از جنگ های پیامبر نهی کرده، گفتن که نه عن قتل النساء و الصبیان، نهی کرد از کشتن زنها و
کودکا. در حدیث ابو هریره است که اذا قاتل احدکم فلیتجنب الوجه، یعنی تا درجه یعنی که انسان دوستی رو برید که در حالت جنگ هم پیامبر گفتن که برای اینها، یعنی که برای انسانی که دشمنت است برای از رویش دور باش، یعنی که انسان برایش نزن. تا در حدیث ابو هریره اومده است خیلی که در بخاری است، پیامبر علیه السلام میگن که اذا وجدتم فلانا و فلانا، یعنی که دو مرد است، فاحرقوهما بالنار، یعنی که همونا رو با آتش سوزونید. بعد از اون وقتی که ما براه برآمده میگه پیامبر علیه السلام ما رو فرا گرفتن که كنت امرتكم ان تحرقوا فلانا و فلانا، شما رو دستور داده بودن که فلانی و فلانی رو سوزونید. و ان النار لا يعذب بها الا الله، یعنی که با آتش جز الله کسی را حق سوزاندن ندارد. اونها را اگر یافته فقط کشید لیکن نسوزونید. اینکه نهی کردن از این نمود شکنجه. خب و در حدیث دیگر اومده است که پیامبر علیه السلام میگن که عبدالله ابن یزید انصاری میگه که نه رسول الله عن النهبه و المثلتی، پیامبر صلی الله علیه و سلم از نهب و غارت و از مثله کردن، مثله یعنی که انسان گوشش بریدن، چشمش کفته گرفتن، زبانش بریدن و چلیکاش بریده گرفتن، از این چه پیامبر در حدیث خود نهی کردن. خب خلاصه این بود بعضی روایت ها برادر عزیز در اطراف اونچه که پیامبر علیه السلام دستور دادن تا اینکه مسلمان ها به اون کارها دست نزنند. در حدیث مسلم اومده است که برایده میگه که پیامبر گفتن که در راه خدا غزوه کنید، با اونا که با خدا کافر شد جنگ کنید، غزوه کنید و از غنیمت ندزدید، غداری نکنید، مسله نکنید، کودک رو نکشید، گوشه‌نشین رو نکشید. گوشه‌نشین همون بعض نمود دیندارهای خریستانی که در بعض دایرها یا اینکه به اصطلاح مناسترها به عبادت مشغول شدن، اینکه به غارها به عبادت مشغول میشن، گفتن با اونها دست نرسونید. یعنی که این جوانب از اخلاقی جنگ در اسلام است و زیبایی این چهارچوب ها در آن است که این را مسلمان ها در با تجربه کردن و با گذشت زمان نآموختند، بلکه همین که قرآن قتال را فرض کرد همراه قتال یا برای چهارچوبه همین قتال، همین جنگ یا اینکه اخلاق جنگ را برای آنها آموخت، خیلی که در آیات و حدیث ها گفته گشته. یعنی که این از زیبایی قانون آسمانی، این از فرق بین قانون آسمانی و قانون زمینی، قانون خدا و قانونی که خود انسان از عقل خودش اختراع میکند. خب این حکم برای مشرکای مکه و برای یهودا خیلی وزین اومد. اون که الله تعالی مسلمان رو وادار کرد با مسلمان ها جنگ رو فرض کرد و قتال رو فرض کرد، یعنی که تمام یهودا با واهمه افتادن، مشرکان نیز با واهمه افتادن، یعنی که یک حالت متشنج در نیم جزیره عرب به بار آمد. آیه دیگری که همراه هنگام فرض شوی همین قتال آمد، آیه واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل. خب این آیه هم یک نمود اعلان آشکار به نوره مسلمین است. یعنی که اینجا ببینید فتنه در دین رو، فتنه کردن مردم از دین رو، دور کردن مردم از دین رو تجاوز به مقدسات مردم میداند قرآن. یعنی که از همه چیز مقدس ترین برای انسان این دینش است، این عقیدش است. برای همین از کشتن همون انسان و یا از دین گرداندنش گناهش وزن‌تر است. یعنی خوب به تهدید گرداند، خواه با براه ماندن برنامه‌های تعلیمی که مسلمان از دین دور میکند یا مسلمان را به الحاد و به بیخوداگی و به دیگر فکرهای غلط میبرد، همه اینها بدتر از کشتن مسلمان است. اینا آیت قرآن میگه. چرا؟ گفت که والفتنه اشد، یعنی که فتنه کردن مسلمان در دین، مسلمان از دین گرداندن، مسلمان مجبور کردن و شکنجه کردن و تهدید کردن تا اینکه از عقیده خودش دست کشد، همه این جنایت وزنین و جنایت به مقدسات انسان و آزادی انسان شناخته می شود. یعنی که این آیت مشرکای مکه را به هدف قانونی تبدیل داد، یعنی اونها را به هدف قانونی تبدیل داد، چون که گفت که وقتلوهم حیث ثقفتم، هر کجایی که اونها رو دیدید اونها رو نابود کنید. گفت و اخرجوهم من حیث اخرجوکم، خیلی شما رو بیرون کردن، شما را اونها رو بیرون کنید از مکه. یعنی که اگر پیشتر هدف اصلی خود مشرکین مسلمان‌ها را هدف اصلی خود قرار داده باشند، انکن نوبت مسلمان‌ها آمد تا اینکه اونها را هدف قانونی خود قرار دهند. این چنین
این آیت یک نمود پافشاری و اشاره به حدیث سریه نخله است که خیلی گفتیم در درس گذشته بعضی در اطرافش شک و شبهه کردن که این در ماه حرام بود یا نه. ما گفتیم که رسانه‌های قریش خیلی مسلمانان رو سیاه کرده بودند، یعنی که آیت تاکید کرد که این نمود سریه ها تکرار خواهد شد تو اینکه قریش از همین کفر خودش گردد، از غلط خودش گردد، از راه بد خودش گردد. این چنین آیت وقت صراحتا گفت که اونها رو اخراج کنید خیلی که شما رو اخراج کردن، یعنی از مکه بیرون کنید خیلی که شما رو از مکه بیرون کرد. تصور کنید روان مشرکای مکه وقتی آیات رو میخونن، وقتی اونها میبینن که چقدر محمد علیه السلام در هدف خود پیاده کردن انسانی پافشار است، یعنی حالت اونها رو چی فرا گرفت خداوند میدونه تنها. یعنی که باید مشرکای پلید دانن که اونهایی که سالها شکنجه کردن، عذاب دادن، دشنام کردن، دیگر صاحب نیرو شدن، صاحب دولت شدن، صاحب عسکر شدن، به درجه رسیدن که دیگر مکه رو تهدید میکنن. خب باید دونست که دیگر طلبات زمانه دیگر شد. اگر مسلمان ها پیش از این فقط هدفشون حفظ جان خود و دین خود بود، حالا باشد هدف دیگر شد. هدف رفع ظلم است، دور کردن ظلم است، از خود ظلم رو دور کردن است و نشر دین در همه کنج خانه قریش ها بود. این آیات ها قریش به تشویش آورد، یعنی که هجوم به خیال نه، یعنی که هجوم فکری نبودین، دیگر اونها با این هجوم رو میخواستن در حیات در زندگی پیاده کنن. خلاصه مسلمان ها با همین آیت جنگ رو آشکارا علیه قریش اعلام کردن. دوم وضعی مدینه، مکه و قبیله های اطراف این دو جا متشنج شد. سومش این که همه انتظار یک برخورد بزرگ بین این دو قوا بودن تا اینکه فیصله شود و مسئله به گفته تاجیکی یک طرفه شود. به این قدر اکتفا میکنیم. انشالله در حلقه آینده این موضوع رو دوام خواهیم داد و درباره چگونه مسلمان ها اقدام به اولین جنگ بزرگ کردن برای شما نقل خواهیم کرد. شما رو به پناه الله تعالی میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله.